جان مادرت نزن کلیپ بعدی. اینو ببین. شرافت و مردانگی اگه جایزه داشت، فستیوال داشت، مسابقه داشت، جشنواره داشت، هر چی داشت، بیشک و قطعا باید جایزش به این پسر بچه لور میرسید که با این سن و سال کمش، با این سختی ها، فقط ببینید رفته چیکار کرده. این پسر بچه صبح تا شب ضایعات جمع کرده، امروز با پولش 2 تا زندانی رو آزاد کرد.